این دستگاه خوبیه خدا باش کار میشه صدا ماشین میاد بچه‌ها وسایل بردار وسایل ماشین چیه ماشین وایسا من برم جلو الو استاد خودمونه حله الله استاد سلام خوش اومدید احوال شما خوش اومدید فداتون بشم الوعده الوفا کیه این اومده مخلص شما هستم الوعده الوفا در خدمتتون هستم فداتون بشم مخلص شما هستم بچه آتیشی هم روشن کردید روی منطقه دیگه داشتیم اتفاقا کار میکردیم که دیگه تماس گرفتید الوعده و الوفا اومدم خدمتتون منطقه رو همین منطقه است این قسمتی که دارید میرید بله این قسمت رو گفت فرمودید بله خیلی عالی اینجا رو ما نقطه ردیاب زدیم اگه شما یه ردیابی بزنید یه ردیاب بسیار عالی آوردم با خودم ردیاب کوکوپلاس حالا میام الان این قسمت رو ردیابی میزنیم به امید خدا کارمون حل بشه همیشه هم داخل ماشین هستا اینو نگاه بفرمایید یه چیز عالیه خدا وکیل واقعا چیزی که میشه بهش اعتماد کرد بریم بسم الله منطقتون 100% منطقه‌ایه که قبر داره قبرهای خوبی هم داره دورانی هم که هست فکر کنم مربوط به دوران ساسانی باشه درسته؟ بله. شما بهتر می‌دونید روز اومدیم اون هفته قبل اگه یادت باشه به امید خدا تنظیم میکنیم رو منطقه چگاویرانه بله روشن میکنیم کمی زمان میبره تا خودشو مچ بکنه ماشین خاموش کنه حالا ممنون میشم باز میخوام دا کنه تیکه خطیره که مشکل یکی نوشته اوکی شعاع بزرگ میخوام بگیرم نگاه کنید باز میکنم آنتنا رو قبل کدوم طرفه نگاه کن 3 بار دارم این کار رو انجام میدم که خودشو هماهنگ کنه راستی اگه چاه آبی چیزی هم داشتید تا 140 متر رو این دستگاه حساب بکنید تا 140 متر تضمینی دفتر خونه بهتون امضا میدم واسه پیدا کردن چاه آب 140 متر نگاه کنید دستگاه به کدوم طرف میره نورو بیار این قسمت رو نگاه کن خودتونم با نقطه زن کار کردید پس آره رادیو نگاه کنید بله نگاه کنید نگاه کنید اینجا رو نگاه کن نگاه بفرمایید قفل چسبید به شونم نگاه کن این نقطه کارتونه تضمینی اینجا رو بکنید محیط رو نگاه کنید الان کدوم نقطه همین قسمت شما همین قسمت رو کار بکنید نقطه زنم بزنید شروع کنید به کار انشاءالله که موفقیت آمیزه نقطه زن روشن کن نقطه زن کدوم یکیشو بزنم مثلا جی پی رو روشن کنید جی پی رو روشن بفرمایید میتونید 1 دقیقه وایسید این لوپ کوچیک دارید بله کوچیکه لوپ کوچیکو با LP 7000تون برام بزنید شکر خدا LP 7000 هم دارن پیشرفته هستید برادران همشون هم که مارک شرکت خودمون هستن RMDD یکی از بهترین هست دیگه ازش جواب گرفتیم یکم سری برادر عزیزم یکم سری در خدمتتون هستم باید برم برادر بزرگوارم قول دادم چجوری به شما قول دادم قول جای دیگه هم دادم باید برم خود تنظیمی نکردیم مشکل نداره خب دستگاه LP 7000 بریم بدیم استاد کجا بود نقطه گفتی این نقطه رو نگاه بفرمایید
اینجا سریع میره. اینجا این محوطه که الان من اینجا قفل کرده بودم، اینجا ردیابم این قسمت رو نشون داده. به این محوطه شما باید کنده کاری بکنید. اینا رو بزنم کنار. اینجا بالانسه. درست استاد. آره دیگه اینجا رو قفل کرده. بزن دیگه آره اوکی اینجا در میزنه دیگه. دوستان من با اجازه باید برم از خدمتتون مرخص بشم. ادامه رو خودتون برید، انشالله که موفقیت آمیزه. همراهتون هر نوع سیستمی که بخواید موجود در خدمتتون هستیم. سیستمامون فوق العاده، کارشناسی هم رو هر نقطه که بخواید در خدمتتون هستیم. این طرفو بزنیم. این قسمت دایره محیط کار دایره باید انجام بشه. حداقل یه فضای 1 در 1 رو شما دایره وار برامون بکنید. این قسمت هم نقطه کارتونه. این قسمت. بعد این قسمت رو بزن استاد. میگه استاد یه لحظه داره میزن دیگه همین که استاد گرفت. اوکی تمام اوکی شروع کنید. یه بار دیگه میخوای بزنم اینجوری. یه بار دیگه بزنم. همونه داره میگیره. از این طرف میام نظر که بد قشنگ فیلمو بگیر که ببینیم چی میشه. خاموش کنم این دیگه. پین پوینتر رو بیاریم. آره نه خاموش نکن. باش بذار بمونم هم میکنم. یه دونه دیگه هم بزنم. زب کنه. بزن. اون بالا. این قسمت هست دیگه. میتونم سب کن. نزدیک هم هست. آره این چیه؟ یه بار دیگه هم بزنم. سب کن خالیش کنم. به نظر چنده؟ چه عمقیه؟ حالا یه نیم متر میشه. نیم متر نمیشه؟ نظره؟ این دست کار؟ آره همین. لوپ کوچیک. استاد گفت لوپ کوچیک تا 70. حالا یه بار دیگه هم بزنم. یه لحظه یه بار دیگه بالانس کن. نه بالانسه کامل خیالته. درست. بالانس حله. همون قسمته درست باش. بزنی؟ یا بیل کوچیکه رو بیارید برام. سب کن. این پوینتر هم بزن که اون بیل کوچیکه کجاست؟ بیل کوچیکه پشت سرت بود. داره زغال و پودر رو. اون
کلنگ کوچیکه. کلنگ کوچیکه. کلنگ کوچیک. دیدی. کلنگ کوچیک کوی. آره. او کلنگل شده او. مشکلی. سب کنه. روشنش کن. اینجا رو بزن، اینجا دار. مونده هنوز. گرفت. سب کن بزن. مشکل یک نیست دیگه سرا. بابرو جا قطع وصلی. این طرفه. نمیخوام شاید بشکنه، ظریف باشه. میخوام ببینیم سنگ و اول در بیاریم. این خاکاش هم باید کلن چیز بذاریم، نقطه زن بذاریم. اینو بردار. بده. بنداز اون داخل. مونده اون طرف چپه. گرفت. این میگیره این سنگ بزرگرم در بیاریم اینجا. آره شله. اینا سب کن از این نکن. چی؟ استخونه. سب کن از این نکن. بیا دوربین اینجا بگیر بیا. ادامه داره ها. سنگه اینم کوچه کوچیکاره دیگه. آخه نمیخوام بشکنه. خیلی آروم ایزی. سوغالم داره. سب کن بچه عجله نکن. نمیخوام اصلا این بشکنه. یه لحظه نمیدونم چون تفکیکی نزنیم. استاد زد طلا فکر کنم. طلا زد یا نقره بود. سب کن انشالله که خیره. خدای همه ما محتاجیم، خود رحم کنه. یه برگردیم پارچه رو بگیریم. این بغل مازه باش نه عجله نکن. خدا بسم الله. کسی دیگه حرف نمیذاره ببینیم چی. سکه به خدا سکه است؟ آره. مراقب باش نیفتیم این چیه؟ این یه دونه یک تون دستتون بیارید. این یک. اینم دو. صداشو دوست دارم. صبر کن. این چیه؟ استخون نیست؟ سرته که استخونی دندونی استخون. چی؟ اونم بذاریم. این دو بچه های دو. سه. خدا شکرت. خدا شکر. مالی بابا پروانی. از اینجا بگیر. 4 تا بود. 5 تا. اشکانی داره. سکه ساسانی هم هست. تلان یا نقره؟ فکر کنم تلان ایار کم. اگه اشتباه نکنم. سب کن نوکرتم به مولا. خدا شکرت.
ارزش دارم بچه ها به نظرت؟ حالا همین که پیداش کردیم خوبه ارزش. نگاه کن سفال از خودش قشنگ‌تره. سفال تو خدا گفتم. چه نشمردیم؟ 4 5 6 7 8 9 10. یا بگیرم بگی. سب کن 11. عجله نکن برو ببین رو ببینم. 11 12. بزن اینو ببینید سکه نداره. وایسا یه لحظه. نه این نقطه زنی عالیه، خدا وکیلی این عالیه. 12 بود. یه داده اینه که شمار شکلش هم فرق میکنه نه. این چه دوری؟ داد این چه دوری؟ ساسانی هم 13 14 نوکرتم 17 کن 14 15 16 هی میاده 16 17 18 اینم نداره فکر کنم. هسته بزنی؟ نه خدای تموم نشه. 18 دارم. 19 20 این جالبه بچه ها. 20 اشکانی فکر کنم. آره ساسانی. 21 22 23 کسی نه. 24 25 26 کلا کپ کردیم. 27 خدا بده برکت. الله اکبر. این رمضانه. رمضان خدا شکر. 20 چند بود 28 تموم شد. حیف. 28 ساسانی بازم 28 29 30 31 سیشون چیه؟ خدا به تلا شبیه تلا است. 2 3 4 بزن اره افتاده. بزن بده من دست نمیرسه. بکنم برداشتی؟ اره میگم برداشتی کباب سفالش خیلی این سفال سکه است. نگاه کن اصلا تخت نیستین. وای نمیسید جا استا بزن جا. خدا شکرت. یه بار دیگه من اینو بزنم. خدا شو دوست دارم. بچه آدمتون گرم. خدا دمتون گرم. این دوباره دستگاهی بزنیم. سب کن دیگه پیدا کردی. میدونی مسیر رو. سب کن دوباره رادیو میزنی مثل استاد.